زمیر و سمیر و آشپزی میکنه تو طبیعت با شما. میپزم میخورم دوتا گردشو. سلام دوستای گلم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز اومدیم با یه آشپزی دیگه. چه آشپزی؟ دلمه برگ کلم. حالا تو تمام شهرها مدل‌های مختلف درست میکنن. یکی با لبه درست میکنه، یکی با باقالی درست میکنه. من امروز میخوام با باقالی درست کنم. بریم با هم درست کنیم. حالا مواد لازم اول که سبزی دلمه، سبزی‌های معطر، بعد برنج داریم، گوشت، باقالی و ادویه‌های زردچوبه، فلفل، نمک و خود برگ کلم. به خاطر وقت کم من برگ کلم رو یه مقدار تو قابلمه با آب گذاشتم نرم شد، بعد بردش کردم آوردم که راحت‌تر بتونیم درست کنیم با هم. حالا بریم که درست کنیم. باغ سبز بهار، آغوش باز با دوتا گردشی و لب چشمه با شور، بهار با دوتا گردشی و آسمان آبی، خورشید قشنگ با دوتا گردشی و عاشقانه یار در این فصل بهار با دوتا گردشی و چشم‌ها در این بهار باز و تازه، قلب‌ها با هم در این بهار با دوتا گردشی و عشق و طبیعت با هم در این بهار، عاشقان در این فصل با هم یار با دوتا گردشی و با دوتا گردشی و روغن به خاطر که مثلا نرم بشه. چشم‌ها در این بهار باز و تازه، قلب‌ها با هم در این بهار با دوتا گردشی و اینا مخلوط شدن. عشق و طبیعت با هم در این حالا میخوایم بذاریم تو عاشقان برگ در کلم. این فصل با هم یار با دوتا گردشی و با دوتا گردشی و دوستان من یه قابلمه رو یه سری از این برگا رو که اضافه بود یه قابلمه یه ذره روغن زدم، یه ذره برگا رو چیدم تر که اونا خوشمزه میشه، با مواد قاطی میشه. یه قابلمه با برگ، بعد این کلم چیدم یه قابلمه.
چشم باشو بهار با دوتا گردشی آسمان آبی خورشید قشنگ با دوتا گردشی عاشقانه یار در این فصل بهار با دوتا دنبه برگردون ببخشید برگ کلم دوستای گلم پیچیدن دنبه برگ کلممونم تموم شد، آماده شد. حالا یه مقدار گروه رو با آب حل گرفتم میریزم روش، هم برای تمه همینطور خوشگل میشه. البته این دل بخواهی یا دوستان میذاریم برای پختن. دوستای گلم بخارش هم در اومده داره میپزه، یه داره آماده میشه واسه خوردن. امیدوارم که تا اینجاشو دوست داشته باشی. خسته نباشید دوستای گلم. امیدوارم که امروز از آشپزی من که دلمه برگ کلم بود خوشتون اومده باشه. بازم یادت رفت که ای ببخشید، لایک و کامنت یادتون نره، ما رو به دوستاتون معرفی کنید. تا بعد، خدا نگهدار. بدرود.